سلام دوستان، حالتون چطوره؟ محمد امانس هستم و خوش اومدین به قسمت جدید سری اسکای بلاک. همونطور که می‌بینید من دیوارای این سمتم گذاشتم، ولی تازه ارزش این دیرتای زیر پامونم فهمیدم و قصد دارم داخل این قسمت هم برم اون جزیره سندیه، هرچی سند داخلش مونده رو جمع کنم و همین قصد دارم که دیرتای زیر پامونو جمع کنم که بتونم یه دونه فارم درست کنم. و همونطور که میبینید تونستم یه دونه سید بخرم از اون تریدره، ولی نتونستم ازش چیز دیگه بخرم و کشتمش. بذار دوربین من حالا درست کنم تا ادامه صحبتمون رو بزنیم. آقا همونطور که میبینید من درخت جنگلم هم در اومد و کاکائوبین رو کاشتم. علاوه بر اون بیتروت و گندم هم کاشتیم و این هندوونه ها، اینا هم که دیده بودید، اینم که دیده بودید. آقا من علاوه بر اینا رو هم که دارید میبینید گذاشتم این طرف. یه سریشون رو هنوز صندوق سر جاشه و قصد دارم امروز برم و درتای این زیر رو خالی کنم و البته قصد اصلی ترین هدفم اینه که تریدینگ هالم رو درست کنم، چون هم ویلیجر زیاد داریم، همین که به وسایل اینچنتمنت نیاز داریم. بله بله، بدترین جا رو کندم، بدترین جا. از اینجا یه بلوک بذاریم اونجا که نه، ولی اشکال نداره. خب خب الان کاری که دارم میکنم خیلی خطرناکه و بذار وسایلم همه رو بذارم داخل صندوق که وسایل مهمی ندارم، فقط فلینت مهمه با این درت و البته اینا و این هندوانه ها. کلنگ من داره خراب میشه. خب آره دیگه، خلاصه من تازه فهمیدم که با زیر گذاشتن این درتا چه ضرری کردم. ای بابا، آها حالا شد. و 3 تا درت تا الان برداشتم. میخوام این درت هایی که این زیر هست رو به فارم تبدیلشون کنم، چون ما فارممون که کار نکرد. اینا رو به یه فارم ساده میخوام تبدیلشون کنم. این چیا هم همش گیر میکنه سرم بهشون. آقا من اینا رو جمع کنم و بیام. یا نه بذار داخل ویدیو باشه. فکر میکنم الان بتونم اینو بردارم. نه 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 نه, من نمیتونم. برداریم. برداشتمش. یه دونه برداشتم. نه نه اینم نمیشه برداشت. لعنت بهت. نه نه نه، هیچی نشد. این بالاست. اشکال نداره، شوگرکین خراب شه، مهم نیستش که شوگرکین. این چی میگن، کابلستون جنریتورمونم میخوام جابجاش کنم. همین الان تصمیم گرفتم اینو بذارمش داخل این.
یعنی این اسکای بلاک واقعا رو مخترین مود بازیه. بدش من بدش من بدراک. چه بدراک پیدا کردم. بدراک اینجا چه گویی میخوره. خدایا بدراک هم داره. این نمیدونستم بدراک داره. خب اینم نه. یه دونه بدراک داره. خب 9 تا درت جمع کردم. یه دونه دیگه هم بردارم. خب 10 تا درت جمع کردم. فکر کنم برای اون هدف من کافی. البته 10 تا درت که جمع نکردم. این سختیارم باید حساب بکنیم. یه دونه هم اینو بردارم. کابلستون بذارم. خب بچه فعلا برم اون بالا. آموزش نصب اسکای بلاک هم که براتون گذاشتم داخل کانال. بذارین کابلستون جنریتور رو برم همین الان یه دیگه بسازم. بدبختی میدونید چیه؟ اینکه برای اینکه بخوایم کابلستون جنریتور رو برداریم اول به کابلستون نیاز داریم. خب اینجوری فکر کنم همین تعداد درتی هم که داریم کافی باشه. بذار من میرم اون زیر خالی میکنم. الان استرس گرفتم نمیتونم. خالی کردم برمیگردم. خب بچه ها من رفتم اون پایین و بعد نزدیک 2-3 ساعت کار کردن تونستم جمع جور کنم. درختاشو همونطور که میبینید جمع کردم و کابلستون جنریتورمونم یه بار قبلش راه انداختم، ولی چون مجبور بودم بلاک رو بردارم دوباره بازیم گلیچ کرد. خدا. بچه ها خودتونم شاهدید بازی گلیچ کردن. بعدن نگه چیه. سکن چرا چی؟ بازی منو گلیچ میکنی. منم بازی تو گلیچ میکنم. بچه پر رو بازی منو گلیچ میکنی. من بازی تو رو گلیچ میکنم. کلنگمونم یه بار درست کردم بعد دوباره خراب داره میشه. فنا داره میره. باید یه کلنگ دیگه برم بسازم الان. خب شوگرکینمونم که همچنان در دستانمونه. خب من بیام اینجا درت ها رو میذارم. بذار بیام اینجا بایستم. شیفت گرفتم دیگه. خدا من اینو نزدم که. بیا آروم باش محمد رضا. فقط یه بازیه. 2 3 4 5 6 7 8
خب من اگه یه مربع درست بکنم این صورت، یه مربع هم اون سمت درست کنم، بعد این وسط ها رو هم میخواستم زیرشو اونا بذارم. بذار یه سطل آب بیارم، کار یه بار قبلا هم کردم. سطل آب بیارم. از زیر این درتا رو بلوک بذارم. وای خدا وای خدا. خدا ازا سعی میکنم جمعشون کنم با دست خالی. به فنا میریم بچه ها، به فنا میریم. خدا همون ایده قبلی، اینور اینور برای شوگرکینه اونم یه طبقه درست میکنیم میسازیم، یه آبم میذاریم همین وسط. یه مربع 4x4 درست کردم اینورم. باز باید همون مربع رو تکرار کنیم. خب 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 و اینم 4. و بیایم این مابینشم اینجوری درت میذارم، یه دونه اینجا میذارم درت، یه دونه اینجا، یه دونه درت میذارم که افتاد فنا رفت، اشکال نداره. اینجا ما این قسمت میخوایم این وسط، البته اینجا که نمیشه. خدایا چقدر بدبختی داریم ما. خب باز خدا رو شکر این یه دونه بلوک رو درست گذاشت. گرفتمش گرفتمش گرفتمش. اینم گرفتمش اینم گرفتمش. بچه گرفتمشون. کلنگم داره به فنا میره، برم یه دونه سنگ بردارم. یه وقت به فاک ندیم. بشین. خب الان دیگه مطمئنیم که چیزمون نمیشه. خب اینو بردار. یه دونه اسلب به سمت پایین اینجا، یه اسلب به سمت پایینم اینجا و یه دونه درتیم وسط. یه درت هم بذاریم بغلش. خب حالا باید دور تا دور این درت ها رو کابلستون بذارم و البته ببینم مشعل دارم. شاید میکنم داخل صندوقم مشعل داشتم. صندوقم مشعل ندارم، ولی اشکال نداره، اینجا یه درت داشتیم.
اینجا هم یه درت داشتیم. یه دونه از اینا رو بکنیم به پلنگ. فرنیس همینجاست، کجا میرم؟ خب این لاگو میذاریم اینجا بهمون کربن چارج کول بده، زغال چوبی بده. خیلی خوب. حالا با این چارج کولی که ساختیم باید چیکار کنیم؟ خب باید مشعل بسازیم. خب بریم اینجا رو این یه دونه رو میخوام بردارم، به جای اینم یه اسلب بدن میذاره. خب اینم بعدا دیگه وقت نمیشه الان میذاریم. بذار اینو کجا بذاریم خدا رو خوش بیاد؟ دو تا دونه بلوک بذارم بغل اینا. این که نه، یه دونه نه، اینجا هم نه. خدا، یه دونه اینجا میذاریم، این ور رو روشن کرد. یه دونه هم اینجا میذاریم که این ور رو روشن کرد. خب آقا من به این کلنگه اعتماد ندارم. بذار یه کلنگ بسازم من. آها هی میام کابل استونا رو تبدیل کنم به اسلب. یا میام از کابل استونا استفاده کنم. ماشاءالله همه چی هم که کابل استونی ساختیم، خیلی هم زیبا شد. یا اصلا چرا کابل استون؟ چرا اون همه زور زدیم برای کابل استون باشه؟ با وجود اون همه زوری که ما زدیم، او لاگ اشکال نداره، درت اشکال داره ولی لاگ اشکال نداره. خب این درت ها دیگه تا آخر عمر ناچیزشون اینجا میمونن. یه سطل آب بذاریم اینجا، برم آب بیارم و یه لحظه من برم تلفن جواب بدم بیام. بچه بابام زنگ زده بود، معذرت میخوام وسط ویدیو رفتم تلفن جواب بدم. خب بالاخره این جهان تصمیم گرفت روز بشه، خیلی هم عالی. من بیام آب دیگه اینجا رو بذارم اینور، یه دونه لاگم اینجا بذارم، اینجا جا و اینجا. بچه اینا رو نصف بلو نمیذارم، یا بهتر بگم اسلب نمیذارم، به خاطر اینکه میخوام روش سند بذارم. یه سری سند داخل اینم ناکجا آباد گذاشتم، داخل یکی از صندوقا. و ای بابا اون ور چرا میذاری؟ اینجا بذار. بذارم نصف بلوک بخوای اطراف این بذاری یا خود زشت میشه نظر من. خب
این زیر خالیه، این زیرم پر کنم. تعدادی درست کن، خسیس نباش ماما رضا. خب خب دوتا ترپدورم بعدن شاید بیارم بذارم بالای اینا که یه وقت اذیت نکنه. با اینکه این نصف بلوکه، همون که بیایم داخلش برام میاره بیرون. میبینی؟ خب خب بیایم این گوشه این سمتم بذارم، اون سمتم که گذاشتم یه ردیف دیگه هم لاگ بذارم. بچه ها قصدم اینه که اینجا که الان هیچی نیستش یه قصری بسازم برای خودم که بتونم قشنگ داخلش بدوم، راه بسازم برای فارمای دیگه و کلا یه جای شاهانه برای خودم درست کنم دیگه. چون بالاخره همه با اسکای بلاک که شروع نمیکنن، ما فقط با اسکای بلاک شروع کردیم. ای بابا وسط نیست، وسط نیست. بر دوتا اینجوری داریم. اشکال نداره آقا، اشکال نداره. من اصلا دلم میخواد وسط نباشه. من که بعدن شب میاد تو خوابم میگه چرا منو وسط نساختی، ولی منم براش جواب دارم میگم وسط میساختمت برام به قیمت درتام تموم میشد. گردم شاید اون طرف رو مثلا یه راه پله بسازم برم به سمت بالا و بالای اینجا یه چیزی بسازم. هیچی هم آهن نداریم، همش داریم از چوب و سنگ استفاده میکنیم و فکر میکنم این محوطه که الان ساختیم برای اینا کافی باشه. از این طرف 2 بلوک کمه. خب این دارم که میتونیم الان دیگه شخمشون کنیم. دلم برای اون زنبوره تنگ شده بچه. زنبوره خوبی بود، همون زنبوری که از بیگلی دق کرد و مرد. یعنی دق نکرد، یعنی دق کرد ولی به خاطر دق کردن نمردش. من همه اینو میخوام یهو تبدیل کنم. این لامصب ماینکرافت گوشی تبدیل آل نذاشته. یه گزینه باید میذاشتن داخل تنظیمات که مثلا اونو روشن که بکنی وقتی بزنی روی یه چیز تا آخرین حد اون چیزو بسازه برات. دقیقا مثل کلیک راست کردن داخل کامپیوتر. یاد میلاد افتادم. میلاد خواست کلوچه درست کنه، یه عالمه وسایل داشته. کلیک راست کرد روش بدون شیفت 6 تا استک براش کلوچه درست کرد. آخرم از کلوچه ها استفاده نکرد، موندن. شایدم اینجا البته قصره رو نسازم، شاید احتمال داره ولی بسازم. بذار برم سندا رو از اون جزیره جمع بکنم. جمع کردم برگشتم بسازیم.
آقا من کل صندامو جمع و تفریق کردم 27 تا بود که یکیش البته افتاد. از اون جزیره داشتم جمع میکردم، ولی در کل 27 تا دونه سند تونستم از اون جزیره پیدا بکنم. قبلا که تعدادش جمع کرده بودم گذاشته بودم داخل صندوق، داخل یه صندوق اون پشته و یه تعدادی هم که خود جزیره داشت 9 تا داشت 8 تاشو تونستم بردارم و خودتونم میدونید که چرا من شوگر کینا رو میخوام روی سند کار کنم. امروز اصلا وقت نشد برم ویلیجر اسپانره رو یه خورده سر و سامون بدم. خب 1 2 3 1 و 2 و 1 2. خب من برم دوباره لاک بیارم برای اینا در اومده الان؟ نه در نیومده بود. اینا ولی در اومده. کاکاو بینه هم در نیومده هنوز کامل اونطور که باید. شاید در نیومده. این صندوق هیچی نداریم. یه عالمه لاگ اسپروس دارم از قسمت قبل. من که نه یه عالمه، ولی درست کنیم از اینا. خب اینجوری بذاریمشون اینجا. مشعلم اینجا و اینجا بذارم خاطر اینکه شب شد. و حالا ببینیم تا کجا میتونیم اینا رو بذاریم، تا کجا میرسه. یعنی اگه کل اینا برسه که خوبه. 13 تا و 11 تا ردیف میتونه بره. چند تا سیم بیشتره؟ 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 میشه این. من اگه یه ردیف هر 13 یه ردیف هر دو طرف بیارم اینجوری ببندم، فکر کنم درست اندازه بشه. ای بابا نرو بالا دیگه. حتما باید شیفت برات بگیرم. یه حسی به هم میگه اینجا قرار به جای ما فارممون کار کنه. 2 تا دونه اضافی اومد. این 2 تا دونه رم بعدا یه کاریش میکنیم. بذار یه دونه اینجا رو خراب بکنم. یه دونه از اینجا خراب کنم، از اینجا خراب کنم.
اینجا تورچ بذارم، اینجا منو میترسونه. یه سند اینجا، یه دونه سندم اینجا. این برم باز کنم، اندازه بود این سندامون. خب یه دونه سند اینجا، یه دونه هم اینجا، یه ردیف هم باز دوباره باید این چوبای اسپورسی که گذاشتیم و ادامه بدیم به اون ور. خب اینجا پلنگ درست کنم از لاگا. بچه ها این ویدیو رو استوب نمیزنم برای اینکه فقط ببینید چقدر زمان میبره این کارا، و ببینید که من چرا همش مثلا استوب میکنم میرم کارا رو انجام میدم، با اینکه مثلا 1 رو 20 دقیقه نیم ساعتم فقط توش برم این چیزای دیگر رو انجام بدم، یا مثلا اون 2 ساعتی که داشتم اون دیرتای پایین رو جمع میکردم. خیلی خوب، بریم آب بیاریم، آب بریم بیاریم ببینیم. بابا شبکه آموزش شاد تازگی یادش افتاده وجود داره. خب یه سطل آب بذارم اینجا، اینو موقتا بردارم اینجا نه نه. خب حالا آب بی نهایت هم اینجا. خب اینجوری خب آبمون گذاشته شد و این شوگرکین نه بذارم اینجا، یه دونم قبلا در اومده بود که برم از این طرف بردارم و بکارم اون سمت. خب حالا دوربین درست کنم. این دوربینه. خب
خب بچه ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه اگه تازه اید. اگه دوست دارید بدونید من کیا ویدیو میذارم، حتما چنلمون رو سابسکرایب بکنید. این ماشاءالله رو هر کاری میکنم نمیذارتش. و حتما نظراتتونم در مورد این قسمت هم بگید. امروز فارم معمولی و فارم شوگرکینمون رو درست کردم که البته من الان میخوام بعد ضبط برم و این فارما رو بکارم وسایل داخلشون. و تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.